بهتره قبل از اینکه پسر شما این از کشوی خواهرش بیاره و بپرسه این چیه، یا سوالی درباره پریود از شما بپرسه و هول بشین یا ندونین چی جوابشو بدین، این ویدیو رو تا آخر ببینید. خیلی از ما خانم ها فکر میکنیم که پریود مسئله‌ای که فقط راجبش باید با دخترمون حرف بزنیم و پسرها نباید هیچ چیزی متوجه بشن. اما برخلاف این خیلی از آمارها نشون میدن که خیلی از ما خانم ها توی دوران پریود از این ناراحت هستیم که درک نمیشیم و همسرمون با همون همدل نیست و این ناشی از این هستش که توی سن درست آگاهی و آموزش بهشون داده نشده. حالا چه سنی مناسبه؟ 5 تا 9 سالگی که نیازی نیست هیچ چیزی بهشون توضیح بدیم مگر اینکه براشون سوالی پیش بیاد و کنجکاو باشن. حالا میایم توضیح میدیم که ببین مامان جون، دخترها و پسرها وقتی که بزرگتر میشن و رشد میکنن یک سری تغییرات توی بدنشون به وجود میاد، مثل پسرها که سیبیل در میارن. از سن 9 تا 13 سالگی میتونیم خیلی آروم و با همدلی بهشون توضیح بدیم که بدن دخترها هر ماه آماده میشه برای اینکه بتونن در آینده مامان بشن و این تغییرات توی دلشون ممکنه گاهی با درد احساس بشه، پس نیاز به محبت و درک دارن. و از سن بلوغ به بعد به صورت کاملا علمی میتونیم فیزیولوژی بدن زنان و سلامت زنان رو بهشون آموزش بدیم. فقط حواستون باشه که توی آموزش دادن و صحبت کردن باهاشون احساس شرم، ترس یا خجالت بهشون ندید و این پایگاه امن رو براشون نگه دارین تا بتونن سوالهای بعدی رو از شما بپرسن.